سلام، چطورید؟ من مهرانم و خوش اومدید به اولین سری پادکست میشه گفت دیگه. آره. پادکست تک پاد دیگه. پادکست قبلش نمیاد، همون خوش اومدید به اولین سری تک پاد. جایی که میخوایم اخبار تکنولوژی رو با هم دیگه یه بررسی بکنیم، با هم دیگه در موردشون صحبت بکنیم، چیزای جالبی که خب پخش میشه و اتفاق میفته توی حوزه تکنولوژی. من چند وقت پیش داشتم رادیو جادی میدیدم و گفتم که خب چرا ما این کارو نکنیم، من نیام این کارو بکنم. به خاطر همین اتفاق افتاد که تکپاد به وجود داره میاد و میخواستم که بریم با هم دیگه چند تا خبری که همین فکر کنم دیروز بود. یکیش اینکه آیفون اومد، آیفون جدید اومدن. میخوایم که سر اونا با هم دیگه صحبت بکنیم در موردشون و بریم ببینیم که چه خبری هست. من 5 تا مورد آوردم که واسه اولین قسمتمون بخوایم راجعی صحبت بکنیم. اسکرین ریکوردم و من فعال بکنم. خب الان فکر میکنم فعال شد. اولین چیزی که من میخواستم بیارم، آخرین مورد این The 2025 AI Index ریپورت بود که خب میخواستم مورد آخر بیارم، ولی خب اولین مورد اشکال نداره، خیلی هم ولی باحاله. کلا شاخص ها اومده بررسی کرده، یک گزارشی داده واسه سال 2025 که در مورد AI هست. توش خیلی چیزای باحالی گفته. مثلا اولین موردش اینه که دیمندش چطوری بوده، مثلا تقاضای AI واسه AI چطوری بوده. دومیش مثلا میگه که AI embed شده توی زندگیمون، یعنی اینکه اومده داخل زندگیمون و استفادهش توی مثلا مدیکال دیوایسز خیلی رفته بالا. همینطور موردهای زیادی داره که خیلی به نظرم جالب بود. یه قسمتی هم داشت فکر کنم اینجا بود. آره. Which countries are leading in AI؟ چه کشورهای رهبری میکنن، یعنی پیشروان توی حوزه AI؟ که من اینجا داشتم کار میکردم باش. انگلیس رتبه سوم بود. اگر بتونم که یک بک بزنم. خب نه، گلوبال وایبرنسی، آره اینهاش. آها. کشور اول آمریکاه، کشور دوم چینه و یونایتد کینگدام سوم، ایندیا، هند و بقیه کشورها که میبینید. حتی ترکیه هم رتبه 31 که خیلی جالب بود این برام. اطلاعات جالبیه. همینطوری گفتم که در موردش صحبتی بکنیم، به نظرم خیلی باحال میومد این سایت. مورد بعدی مقاله MIT بود که من داشتم راجبش میخوندم، در مورد استفاده کردن مثلا هر پرامپت چقدر هزینه انرژی داره، یعنی چقدر واسش انرژی صرف میشه. و خیلی چیز جالبی بود. میگفت که اگر طبق حالا گفته اوپن ای آی، اگر هر روز که مثلا 2 میلیارد و 500 میلیون پرامپت فرستاده میشه به شرکت اوپن ای آی، اگر مثلا توی یک سال این اتفاق هر روز بیفته، میشه 11 بار یا 11 هزار بار با یه ماشین بنزینی دور زمین رو چرخید. یعنی هزینه انرژیش انقدر زیاد میشه که خب مورد توجه فعال محیط زیسته و اینجور مسائل که من زیاد کاری باشون ندارم. فقط این آماره خیلی جالب بود. اگر هم رو صفحه میبینید، این هم ویدیوش بوده که من تا دقیقه 1:50 دیدمش. اینم مقاله MIT بود. کلا MIT تکنولوژی ریویو سایت جالبیه، من دوستش دارم از لحاظ اخبار و اینجور چیزا. من تو سایتک دیلی چیزی حقیقتا پیدا نکردم، ولی توی CNN چرا. بیایم بالا، این که صفحه اصلیشه. آها، چیز اومد، آیفون اومد دیشب یا پریشب بود که مراسم آیفون جدید بود که آیفون 17 و ایر و پرو و پرو مکس و اینا معرفی شد. اما خب چیزی که باحال بود آیفون ایر بود. من خیلی دوستش دارم چون خیلی نازکه، ظریفه، اما خب سیم کارت نمیخوره، ای سیم میخوره
که سیم کارت الکترونیکیه و خب اینم تو ایران پشتیبانی نمیشه متاسفانه، ولی خیلی باحال بودن واقعا. اگر میشد که در دسترس بچهای ایران ما هم بود خیلی باحال تر میشد، مخصوصا آیفون 17 ایر نظرم خیلی باحاله، واقعا دوستش دارم. کلا گجت ها و گوشی و اینا رو من خیلی دوست دارم. و یه چیز جالب اینم بگم که بعد از اینکه معرفی شد سهامش اومد پایین، سهام اپل خیلی باحال بود. چون که خب احتمالاً اون سهامدارا توقع یک اینوویشن جدید و یک خلاقیت و یه مثلا معرفی خفن داشتن که خب این توقعشون صورت نگرفت، جواب داده نشد و به خاطر همین وایسادن فروختن دیگه. وقتی هم که بفروشن سهامش به پایین. خیلی جالب و خنده‌دار بود به نظرم. آها یه خبر دیگه هم هست، من اینجا چون یادداشت کردم از اینجا میبینم که یادم نره که چیا بودن خبرها. اوپن ای آی داره پرنتال کنترل اضافه میکنه به چت جی پی تی، مثلا حالت کودک مثلا گوشی های سامسونگ هستن فعال میکنی و خیلی چیزا بسته میشه، مثلا خیلی دسترسی ها محدود میشه و از اون طرف خیلی چیزا هم باز میشه، مثلا محتوای مخصوص کودکان. و این پرنتال کنترل داره میاد تو چت جی پی تی، اینطوریه که میتونی چت جی پی تی بچه‌ای که حالا اون پدر مادر دارن تینیجری که حالا هست، چت جی پی تیش وصل بشه به چت جی پی تی پدر مادره و حالا هر چیزی که این سرچ میکنه نه، اما چیزی که مثلا شاید خطرناک باشه نوتیفیکیشن میره واسه پدر مادره و میگه که آقا مثلا این داره پرسیده میشه، این سوالا این جواب داره داده میشه. خیلی چیز جالبی بود بعد از مدت ها، اما گفته که within next month، یعنی که تو ماهای آینده میاد، هنوز الان نیومده، ولی مسیر جالبیه. اما خب شرکت از اون طرف این چیزا رو میبینه، ولی از اون طرف مصرف انرژی که من دیدم واقعا روم تاثیر گذاشت، چون به شدت انرژی مصرف میکنه. دیتابیس های اوپن ای آی، دیتابیس های مایکروسافت و دیتابیس های این شرکت ها، دیتا سنتر این شرکت ها به شدت انرژی صرف میکنن و خب این واقعا نگران کننده است. از این طرف اصلا عددشون سرسام‌آوره. حالا اگر خواستین میتونید ببینین. کجا بود؟ پیداش نمیکنم. اینم که یهو اومد، من هیدن کار آهنگای هاوس و مثلا این ورم اگه نگاه کنین پلیلیستاش هست، مثلا یک ساعت و نیم 2 ساعت آهنگ پلی میشه نان استاپ و باش کار میکنه، خیلی باحاله. این اولین تک پادمون بود. خب واسه اولین قسمت به نظرم اوکیه، 8 دقیقه اوکیه دیگه به نظرم. اولین قسمت تک پادمون بود، توش چند تا خبر بررسی کردیم، امیدوارم که اوکی باشه و بریم واسه قسمت های بعدیش دیگه، ادامه دار باشه. خبرها رو چک کنیم با هم دیگه، چیزای جالب رو بگیم. حالا لزوما خبرم نیست، حالت یک گپ و گفتیه واسه اینکه بیشتر با هم صحبت کنیم، بیشتر باشم و بیشتر راجع به تکنولوژی صحبت کنیم، چون من خودم هم کارم تکنولوژیه دیگه، من برنامه‌نویسم و توی حوزه پایتون کار میکنم. AI دیولپر هستم، AI انجینیر نیستم، AI دیولپر هستم. انجینیر کسی که مدل ترین میده و تو حالا مسائل ریاضیشو این داستانا نفوذ کرده. من فعلا هنوز این کار نکردم، فعلا الان تو کار دیولپمنت هستم که میاد از مدل های پری ترین شده و حالا چیزایی که هستن استفاده میکنه و اینکه تو حوزه پایتون و هوش مصنوعی کار میکنم و همین دیگه. به خاطر همین گفتم یک پلی باشه که بتونیم با هم دیگه یوتیوبی رو شروع بکنیم و تک پاد رو بذاریم. بکنم خیلی زیاد صحبت کردم. امیدوارم که حال کرده باشین. تا تک پاد دیگه یا شاید هم ویدیو بعدی، چون همش قرار نیست تک پاد باشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا